دریایی نگاه بادا. بریم بالاتر. من رفته بودم بهش به خرچنگ رو شکار کردم. فکر کنم از خرچنگ ها میترسم. اصلا ابدا. بسم الله بسم الله. اصلا میترس جوی نیستین دیگه. شده اینجا آب نیست، خشکه. شما باشم پایین ماینایی. یه از این پایین در بریم خودمونو کشتیم. قشنگم برای این هم قشنگ. چقدر تو زیبایی. تو دریا کنی مایه رنگی رنگی مثل نمو هست. ولی اینه گوشی من نمیتونه باشون عاجزه. چون که آلمانی مثل کلامش نیستش. بزنیم بگیم زیر آب خیلی ماهی قشنگی هستن. خدای مرسی که دریای قشنگی تو برنش اونجا اون بغل اون صخره. اونجا ماهی رنگی هن. ماهی های واقعا من دارم میبینمشون. ماهی های واقعا رنگی هن. رنگ و رنگ هن. ماهی آکواریوم هن شاید. خیلی قشنگ هن. اون آقای داشت میگه ماهی سیلگانی داشت این ماهی ها رو میگرفت. آره مگه اینا خورده میشن؟ چون میگم وای خدای من ماهی های سفید. ماهی من پشه زده اینجا با دیوونه میجم. خدا بزن من کنم. میگم با گوشی سامسونگ تو کره ماهو دیدن. توی دریا نمیتونم ببینم. ای خدا شون دیدی میشه اینجا آب تو چشم من نمیدونم. به هر حال اینجا این صخره ها خیلی قشنگه. کشتی ثابت یه حرکت میکنه. چون از وقتی که من اومدم احساس میکنم همه جا تکون نخورده. چون در حال
نظاره‌گر دریای عمان هستیم. نمیدونم اسم این دریای عمان چون که کشور عمان اسمشو برای خودش گذاشته. مثلا الان اینجا خلیج فارس نیست، یا مثلا خلیج فارس خلیج العربیه میگن عربا چون میگن مال ماست، ولی خب میدونیم که واسه ماست اسمش خلیج فارسه. شاید اینجا هم دریای ایران عمانی ها اسمش حساب شدن، کسی چه میدونه، ولی به هر حال شما نظاره‌گر دریای عمان است. دوست دارم ولاگای یوتیوب زیاد بگم، یعنی تو گوشی پر از ولاگ ها، چیزایی که میشه بسیار، ولی میترسم که کارم نگیره و افسرده شم، ولی خب تهش کارت نمیگیره دیگه، میتونی یه کار دیگه شروع کنی. آدم باید شروع کنه. عشق خونمون اینجا بود، هر وقت لب میگرفت میدم لب آب میشستم با خدا صحبت میکردم. از وقتا فکر میکنم صدای موجوی آب هم صدای صحبت کردم بودم. خدا دانست. خودمو بنده ها رو دوست دارم. یه جه هست خدا که من همه چیز رو برای تو آفریدم و تو رو برای خودم. و همه این قشنگی ها رو میبینیم یاد اون بازخواهد شخصی کنیم بابت اینکه اینا رو برای ما ساخت. من از خواهد تشکر میکنم که چشم داد که بتونم این زیبایی ها رو با چشمان ببینم، زیبایی که برای برداشت خواهد کرد. از خود عمر طولانی با عزت میخوام سالم و با افرادی که دوستشون دارم با جیب پول برم دور دنیا همه قشنگی های خلقتش که برای ما بندهاش خلق کرده رو بتونم ببینم.